امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اومدیم با ادامه جام جهانی، نیمه نهایی هستیم با آرژانتین. بازی فینال هم انگلیس و ایتالیا تو ویدیو قبلی گفتم. هر کسایی که نگاه کردن نگاه نکردن، ما با این ترکیبمون بریم که بازی رو شروع کنیم. بازی شروع میشه. نیکولاس اوتامندی، تالافیگو، اون طرف لامین یامال، وینیسیوس. گل، چه گل میزنه. یه تک به تک خوب. بعد بازی شروع میشه. تاگلیافیگو، حالا الکساندر آرنولد میره به پای بازیکن، میندازه جلو و گرفت. اوتامندی بازیکن نیست که بذار فرار کنه. مارتینز به زیر توپ. رونالدو میره جلو، تو ازش گرفت. آیا میتونه به دشمن همیشه ایش گل بزنه یا خیر؟ رومرو میره جلو. دی پاول میندازه برای تاگلیافیگو. انزو فرناندز، حالا دنیاز کات برم و خراب میکنیم. آقای کریستیانو دو سانتوس آویر و رونالدو. وینیسیوس جونیور به پرس میپرداز. رودریگو دی پاول میره جلو، ببینیم چی کار میکنه. در بازه، توی دروازه. چه شوتی میزنه، واسه چه سیو. خب ویرجیل یه لحظه تصویر قطع شد. وینیسیوس جونیور تو میندازه جلو، چه فرصتی. وای، این بازی همیشگیش خراب کردیم موقعیتو. میره برای بازپسگیری تو. میتونن این بازی ببرن که فعلا یکی رودریگو دی پاول. بعد این بازیکن شماره 22 میره جلو، میزنه و در آورد. آرنولد توی دروازه. یامال نمال. دوستان میریم نیمه دوم. خب مارتین اودگارد، یه پاس بلند. رودریگو دی پاول، اودگارد، یه پاس میده کنارا. وینیسیوس جونیور حرکت میکنه، داره رونالدو میده. نه، مسی نتونست. آلوارز پارادس، اودگارد نمیتونه خوب بازی کنه. ادامه بازی. یه تک به تک و چی میگیره این دروازه‌بان ادرسون، دروازه‌بان برزیلی 34 ساله. یه سانت با بازم در آورد. یه نوغم ادامه بازی. گزارشگر که مسکل تشریف داره. فقط برای خندوندن شماست. کریستیانو رونالدو نتونست بره. مولینا میکشه جلو. تئو هرناندز میره. چه اشتباهی. تعویض کی بود اون بازیکن؟ اوپندا. بله، اوپندا به زمین میاد. حالا وینیسیوس چه تک به تکی میتونه بزنه توی دروازه. ادامه بازی. وینیسیوس چه میزنه و در آورد. آقا ما گفتیم این گزارشگری که میخواد فقط شما رو بخندونه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. اوپندا چی میزنه، تیر دروازه به لرزه میاد. شوت و میزنه و توی دروازه. آقا بازی تموم شد. اینم چیزایی که گرفتیم. انگار انگلیس سود کرده و دهن ما قرار کامل سرویس بشه. خب ما بریم اینا رو تشخیص. سلام بچه‌های عزیز، به این ویدیو خوش اومدین. بریم یه ویدیو جذاب با هم داشته باشیم.
اینه که تزه وردم ثبت من ثبت نمید وای ویدیو تو ضبط خیلی نبود. ببخشید. الان ما سوتی های همین ویدیو داشت. رونالدو میره جلو، ما گلم زدیم و تیر در آوانتاژم داد داور، ولی خب ولی خطای و پنالتیه فکر کنم. نه پنالتی نیست. تا زمانی که رونالدو هست آنتن کریستیانو رونالدو پشت تو خیلی یه پرچه ضربه پرقدرت که وسط دروازه است. کی رو داره؟ یه زیر توپ تئو هرناندز کار میکنه. هری کین میره جلو، یه پاس اشتباه میده. تیکو 7 پرو مکس ضبط دهی مشکلاتی در ویدیو پیش اومدیم نیمه اول هنوز. سلام. نیمه دوم گزارشگر تیادی نیمه اول ببخشید. دکلان رایس همون برنج رودری میزنه برنده توپ طلا، نه برنده دوم توپ طلا. رامین یامال الان میره یه پاس، نه گتیلی است آقا. Videonun time'ı çok olur, internetim de çok masraf olur. Konza nemiکنه بعضیا رو خونزا دین دریدین. حرام الو اشتباهی رفتی ما رو خرفرز کرد. چند بار میگیرین شما رو آقا؟ Gammaz. بریم ادامه نو ویدیو. هری کین میره جلو. آیا میخواد سانت کنه؟ نه سانت نمیکنه، یه پاس میده. خب نیمه اول تمام شد. ما تعویضامون کردیم، بریم با گزارشگر همراه بشیم. سلام دوباره. لویز اسکلی یه پاس کن. آقا ما خدای داریم جر میخوریم تو. الان کامپیوتر ما خرابه، مجبوریم با گوشی بگیریم. یه کورنر دکلان رایس برنج طبیعت میفرسته. وینیسیوس جونیور چه فرصتی اینو نزنه. وای برو جلو، میره جلو و نه نتونست. برو جلو نمیره جلو. کارت قرمز لوئیس اسکیلی. خب لیونل آنکارا مسی. آقا این خر. وای باخ. اوه انگاری آب داشت میریخ رو گوشی نمایشگر آقای استاد چیز عزیز. آقا ای وای سلامی دوباره و هری کین یه گل مفت میزنه. دوستان عزیز ببخشید یه لحظه گوشیمون بریم. بابا از خدا بی‌خبری. بچه‌ها نیمه دوم داریم. ما به دلیل مشکلات بدی که به وجود میاد که به شماره دوستان زنگ میزنن و نمیتونیم این ویدیو رو ضبط کنیم. دکلان رایس آقای کرخری ازم ولمون نمیکنه. الکساندر آرنولد تئو هرناندز یه پاس. بیتینیا میتونه بده اونجا. مسی نمیتونه. بیتینیا مثلا اون گلی که دیشب زد نمیتونه بزنه. آقا ما ویدیو رو هم کوتاه میگیریم، البته 9 دقیقه شد، زیادم کوتاه نمیشه. آقا 800 مگابایت رفت تو پاچمون. پیکفورد تئو هرناندز میره میپره رو دستش. اودگارد نمیده گارده. الان دقیقه آخر رودیگر این آلمانه. رفتیم به بازی های بعدی هم 15
دقیقه. سلام، به 15 دقیقه اول خوش اومدین. بریم. آپندا میره جلو، چه فرصت داره، اگه بندازه میتونه و میزنه. وای با بچانسی محض طرفه شانسی محض طرفه و نمیتونه این ضربه رو سوشتر کن. وینی آقا سیروس نمیتونه بزنه. سیروس بچه هایی که شیر دوست دارن بچه که سیر دوست دارن تو کامنت ها بنویسن سیر. مارک گوهی وینیسیوس جونیور، این دیگه باید گل بشه. زنه گل. آقا ما گل خوردیم. گل شما نگاه، البته نمیخواد نگاه کنی. خب برگردیم به ویدیو دیگه. داستان پیش اومد، بازم این کرد زنگ زد. تمام. آپندا میده جلو، نزن بره پنالتی. ورما گل دروازه زیر میخوره. آقا ما شانس نداریم دیدی دوباره گل خوردیم. بابا چرا دکمه من نمیگیر آقا؟ یه سانت اودگارد، چه شوت خطرناکی میده. بابا اصلا باید بریم، ما پنالتی نمیخوام. آقا رفتیم ضربات پنالتی. خدای برای پنالتی اول که تیم حریف میزنن هریکین همه چیو داشت برای گل شدن. مسی میزنه وسط توی نه وسط اون سمت چپ. سالی مهدی طارمی اومدی پشت سر به طارمی که به رئال گل زد. نمیتونه این دروازه میزنه و چه سیبی مثلا کار آبهت آپندا بازم خراب کرد. یعنی هر کی گل میکنه گیه. چه گلی زد زیر تاق داره. باید این توپ گل کنی. باید بزنه اودگارد و نه. آقا تموم شد نمیخوام. آقا ممنون تا اینجا ویدیو تماشا کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.